جنگ کربلا و جنگ جمل که علی با مادر خود ام المؤمنین عایشه جنگ میکنه. جنگ نهروان و جنگ صفین میان علی و معاویه هست که دو بزرگ اسلام هستند، خلیفه چهارم اسلام با اون بزرگ دیگری که به نام معاویه هست، یعنی امیر المؤمنین بوده در زمان خودش. معاویه یکی از سلسله بزرگان یا اولوالامر اسلام بوده که امروز ملا هبت الله جانشینش هست. و جنگ کربلا هم میان چه کسانی؟ میان فرزند معاویه یزید و چه کسی است؟ حسین. فرزند چه کسی؟ فرزند علی ابن عبدالمناف هست. خب حالا ما دریافتیم که اون زمان در این جنگ ها نه یهود بود، نه نصارا بود، نه آتیس ها بودن، نه اسرائیل بود، نه آمریکا. مسلمان به خاطر قدرت چی کار میکنه؟ مسلمان را پارچه پارچه میکنه. چگونه خلافت به دست معاویه رسید؟ حسن خلافت را فروخت. حسن خلافت را به معاویه در برابر پول فروخت. بعد اون پول را گرفت رفت زنبازی کنه. بعد از مدت حسین آمد گفت ما دوباره میخوایم خلافت را بگیریم. معاویه گفت من خلافت را گرفتم، خریدم، اینم سند خرید خلافت، امضا و یا امان مهر برادرت حسن که به خاطر زنبارگی خلافت را به ما فروخته. و وقتی خلافت را معاویه به یزید میته میگه ما به خاطر این خلافت، به خاطر گرفتن این خلافت پشت صدها عرب را بر روی زمین خواباندیم. این خلافت را به سادگی به کس ندیم، ما این خلافت را خریدیم، این خلافت مربوط ما میشه. بعدن حسین میاد که خلافت را به ما بده، میگه ما فروختیم. حسین به خاطر دزدی میآید. حسین بغاوت میکنه در برابر امیرالمؤمنین که اون زمان یزید بود. در قرآن گفته که انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا. بکشین کسایی که در برابر حکومت اسلامی بغاوت میکنند. این مولایی که در هرات بود اسمش فراموشم شده، اسمش چی بود آریای عزیز؟ بیت الله بود بخیرم. مولای انصاری بود تخلصش، همون که کشتنش در عمله انتحاری. بیت الله بود، یکی انصاری هم یکی دیگه بود، نه؟ مجیب رحمان بود فکر کنم. مجیب رحمان، بله مجیب رحمان. مجیب رحمان چی میگفت در خطبه؟ انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا. کسی که در برابر طالب استادگی میکنه بکشینش. حسین در برابر یزید استادگی کرد. طبق حکم قرآن، طبق کتابی که پدر بزرگش آورده بود محمد ابن عبدالله، حسین را گردنش را شبیه بز بریدن. و اینها میگن که گردن حسین ما را مثل گوسفند بریدن. خود شیعیان در روایاتشان دارن اونجا گوسفند را میارن، حسین را با گوسفند یک جا میسازن، یعنی حسین را گوسفند معرفی میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر پول. به خاطر چی؟ به خاطر قدرت. به خاطر چی؟ به خاطر عموزادگی. به خاطر رقابت بین پسرهای عمو. به خاطر رقابت میان بنی امیه و فرزندان عبدالشمس. رقابت از اونجا شروع میشه. امروز ما چرا در افغانستان میگیم عموزادگی داریم؟ عنعنه عرب های صدر اسلام هست، عنعنه عرب های قبل از اسلام هست. این عنعنه میان ما در میان ما افغان ها از اسلام آمده. ما میگیم اگر دشمنی ندارین، پسر کاکا دارین، بنابراین دشمن دارین. این مسئله از زمان مخالفت های صدر اسلام آمده برای ما حتی فرهنگ شده. ما پسر عموی ما را دشمن میدانیم، در حالی که پسر عمو در کشورهایی که ما زندگی میکنیم برادر هست. ما دشمن خطابش میکنیم. چرا؟ چون در صدر اسلام اینها دشمن خطاب میکردن به پسر عمویشان. خب دوستان عزیز، حالا میبینین اینهایی که داد میزنن از صلح، پیامبرشان 10 نفر را بشارت بهشت داده. از اون 10 نفر 4 تاش 4 تا خلیفه اسلام هست. 4 نفرش 4 تا خلیفه اسلام هست. خب چی کسی فاطمه را در لای در له میکنه یا میچسبانه، پرس میکنه؟ عمر. چی کسی فاطمه را لطکوب میکنه؟ عمر. چی کسی دختر علی را به زور میگیره، دختر 6 سالش میگه دختر را بر من ندین، تمام قومت را میکشون؟ عمر. چگونه عمر و علی اردو بهشت میرن؟ چی کسی در برابر مادر مؤمنان عایشه جنگ میکنه؟ علی. چی کسی لشکرکشی میکنه که زیادتر از 100,000 مسلمان کشته میشه؟ علی و عایشه و عمر و عثمان و ابوبکر. چی کسانی میرن بهشت؟ امینها. هم قاتلش بهشت میره، هم مقتولش بهشت میره. منطق در کجا هست؟ کجا این مسئله منطق در خودش داره؟
10 نفری را که وعده بهشت داده محمد که به نام اشاره مبشره، یعنی بشارت داده، خبر بهشت برشان داده شده، وعده بهشت برشان داده شده. این 10 نفر قاتل و مقتول در بینشان ما داریم. علی چگونه کشته میشه؟ عمر چگونه کشته میشه؟ عثمان چگونه کشته میشه؟ ابوبکر. اینها در جنگ ها در برابر یکدیگر قرار گرفتن، اینها به یکدیگر فحاشی کردن. علت مرگ فاطمه چی کسی است؟ خب میگن بیمار بود. روایت زیادی وجود داره، تناقض زیادی وجود داره. اما جنگ جمل، کسی که با زن محمد جنگ کرده، خود همین علی ابن عبدالمناف یا علی ابن ابی طالب، چگونه بهشت میره؟ با ام المؤمنین جنگ کرده و زنان محمد مادران شما هستند. سوره احزاب. خب وقتی کسی با مادر خود جنگ میکنه بهشت میره، امروز هر جنایتکاری میتونه بهشت بره. امیرالمؤمنین ملا هبت الله میتونه، ملا عمر هم میتونه، و فلان هم میتونه، و بهمان هم میتونه بهشت بره. پس دیگر منطقی و صفایی بهشت جای اوباشان، جای کسانی که مادرکش بودن، جایی که انسانهایی میرن که فقط با یکدیگر خون یکدیگر را ریختانده باشه. دختر 6 ساله علی را به زور میگیره، میگه اگر پیش عباس میره، پیش عموی محمد، پیش عباس که فرزند داشت به نام عبدالله که مفسر هم هست، عمر میره نزد از او با شمشیر خود، میگه اگر علی دختر خود بمانه، دختر 6 ساله، عمر 50 و چند ساله بود، همون سرنوشت عایشه، میگه اگر علی دختر خود را بمانه، من همه قومتان را از بین میبرم. میگه به علی بگو که نمیتونی در برابر عمر بجنگی، من دخترت را میگیرم، به زور میگیرم. این علی با غیرت، این شیر خدا، دختر خود را چرا به عمر میده؟ چرا نمیتونه از دختر 6 ساله خود دفاع کنه؟ اونی که از دختر 6 ساله خود دفاع نمیکنه امروز میاد تو را شفاعت میکنه. اونی که از دختر 6 ساله خود نمیتونه دفاع کنه شیر خدا هست. اونی که از دختر 6 ساله خود نمیتونه دفاع کنه امروز شبیه شیر عکسش در خانه هایتان شما شیعیان بند کردی. فکر کردین در این مورد؟ نه. همین سوال را فقط خواستم پاسخ بدم. منابع جنگ جمل پیشوریم نیست که باز کنم به خانش بگیریم، یا جنگ صفین و نهروان. آریا عزیز نمیخوایم بدون منبع باشه. فکر میکنم در همین حد اکتفا میکنه عزیز برادر.